صبحتون بخیر و پرفیض باشد کاربران گرامی آزاد ویدیو. امیدواریم هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما را در جریان خبرهای تازه بگذارد. امروز 20 فوریه و ساعت به وقت پراگ 7 است. من شالوی گلخوجه در چند دقیقه دیگر نوگانی ها را برای شما میگویم. از 1 مارت سال جاری در آلمان قانون نوی کار برای خارجی ها عملی می شود. دیپلمات‌های تاجیکی آشنا با قانون مهاجرت با اختصاص میگویند قانون نو برای متخصصان کارجوی تاجیک فرصت خوب است تا شغل پیدا نمایند. فعلا شهروندان تاجیکستان برای کار عمدتاً به روسیه و قزاقستان و چند کشور دیگر خارجی می روند، ولی بخش زیادی آنها در خارج به طور غیر قانونی و نیز نه از روی اختصاص و دانش کار میکنند. قانون نو با کارجویان خارجی امکان دریافت ویزا بود و باش 6 ماه با هدف پیدا کردن کار در کشور، گذشتن از دوره‌های آموزشی یا ترینینگ کسبی و دریافت کار قانونی را امکان پذیر میکند. شرط‌های اساسی دانستن زبان آلمانی است و داشتن سندهای رسمی تصدیق کننده اختصاصی شخص. اینچنین شخص باید داغ سودی نداشته باشد و پوشش خراجات زندگی را از جیب خود صرف کند. غیرتشو صاحب نظر سفیر تاجیکستان در برلین میگوید قانون برای شهروندان تاجیکستان هم شانس خوبی برای پیدا کردن جای کار است. به گفته سفیر در چارچوب این قانون قرار است در آینده نزدیک مرکزهای جداگانه تهیه سند و روادید برای سفر به آلمان هم تأسیس شود که جدا از کنسولگری ها کار خواهد کرد. فعلا شمار تاجیکستانی های مقیم آلمان به 5600 نفر میرسد و از این شمار بیش از 3000 نفر آنها همچون پناهجو و 700 تن دیگر به عنوان پناهنده ثبت شدند. شماره تاجیکانی که به طور غیر قانونی به سر میبرند معلوم نیست. کمیته حالتهای فوق‌العاده از پیدا کردن جسد یک ساکن ناحیه شاهنامه ولایت مختار کوهستان بدخشان از ساحل دریای غوند خبر میدهد. تشخیص سودی نشان داده است که این مرد ساکن دهه دشتک بوده، 48 سال عمر داشته است. به قول منبع مرحوم از 25 نوامبر سال 2019 بی‌درک بوده است. حالا معلوم نیست که این مرد خودکشی کرده است و یا در پی حادثه ناخوش در آب غرق گردیده است. روز 19 فوریه سازمان کمک‌رسانی جایزت و وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان سازشنامه را دایر به سوداگردانی رسمیت سودا امضا کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت رشد اقتصاد و سودا میگوید سازشنامه با مقصد سوداگردانی رسمیت سودا و ترانزیت، تکمیل نظام مدیریت سودا در مرز، جلب بخش خصوصی در روند قبول نمودن قرارها وابسته به سوداگردانی رسمیت و سودا روانه گردیده است. مبلغ عمومی سازشنامه 7 میلیون یورو معین شده است و 4 کشور آسیای میانه تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان را فرا میگیرد. باید گفت که مهلت اجرایشی سازشنامه از زمان امضا شدنش تا سال 2020 را در بر میگیرد. سازمان جایزت از سال 1995 در تاجیکستان حضور دارد. هدف فعالیت خود را در تاجیکستان سازمان کمک به رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور میگوید. عین زمان سازمان مذکور در دوشنبه و 2 شهر دیگر تاجیکستان اداره‌های خود را دارد. عبدالکننده دولتی از دادگاه دوشنبه برای محیدین نظرов رئیس شرکت اینوست لوتو و چندی از همراهانش که به تشکیل قمارخانه، قلابی و معاملات غیر قانونی اسعار متهمند از 6 تا 23 سال زندان را طلب کرده است. در این باره یکی از ادوکات‌های بازداشت شده ها به رادیو آزادی خبر داده افزود که طلب عبدالکننده دولتی ناعادلانه بوده، به آن راضی نیستند. اما عبدالکننده دولتی میگوید دستگیر شده ها طریق سقاهای چیپدار بازی بینگو از 37 میز و جان را به دام فریب انداخته به آنها ضرری مالی رساندند. مسئولین اینوست لوتو 2 سال قبل در دوشنبه بازی بردنوک لاتاری معروف به بینگو 37 را تشکیل نموده بودند. سوم می شود مرافعه دادگاهی بازداشت شده ها در دادگاه دوشنبه ادامه دارد. میان افراد متهم 2 شهروند خارجی از چرنگوریا و سربیا نیز هستند. شهروند سربیا همراه با 2 کارمند اینوست لوتو در گفتگو جنایی قرار دارد. بر اساس ماده 240 کدکس جنایی تاجیکستان تشکیل یا نگهداری قمارخانه و یا خود کازینو در کشور منع می باشد، اما در گذشته مقامات انتظامی بارها از بازداشت افراد خبر دادند که به تشکیل قمارخانه گمان بر می شدند.
خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا روز 19 فوریه گزارش داد که مقامات ایران دو حالت نوی گرفتاری با کرونا ویروس یعنی کووید 19 را تصدیق کردند. ایسنا از قبل منصبدار وزارت تندرستی ایران کیانوش جهانپور آورده است در داوم دو روز اخیر بعضی حالت‌های احتمالی نوی کرونا ویروس پیدا شدند. گروه‌های طبی در قم جایگیر شدند و شخصان گمانبر شده در کرانتین میباشند. ایران برای نظارت پنجشنبه احتمالی ویروس نو در فرودگاه‌های خود چاره‌های بی‌خطری را برآورده است. ویروس نو در چین ماه دکامبر سال 2019 پیدا گردید. از آن وقت تا به حال در سراسر جهان تقریباً 75,000 آدم گرفتار این ویروس شدند. فرستاده خصوصی آمریکا زلمه خلیلزاد دیروز با پرزیدنت دوباره انتخاب شده افغانستان اشرف غنی واخورده سازش 7 روزه کاهش خشونت را که در مذاکرات آمریکا با طالبان حاصل شده است بررسی نمود. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان اظهارات نشر نموده گفت او و دیپلمات آمریکایی با رهبران محلی اقدام‌های حکومت برای تحکیم صلح و جنگ نزدیک به 20 ساله در افغانستان را بررسی نمود. اشرف غنی 18 فوریه رسما نامزد پیروز در انتخابات افغانستان اعلام گردید ولی رقیب اساسی او رئیس حکومت اجرایی این کشور عبدالله نتیجه های انتخاباتی تیر ماه سال گذشته را اعتراف نکرد. در همین حال نایب پرزیدنت افغانستان عبدالرشید دوستم از طرفدارانش دعوت نمود که با کوچه ها برآمده بر ضد انتخابی دوباره اشرف غنی قیام کنند. قبل دوستم پیروز اعلام شدن اشرف غنی برابر به یک آشوب است. صرف نظر از دعوت دوستم مردم زیادی به اعتراض همراه نشد. روز چهارشنبه دوستم در ولایت شمالی جوزجان در پیام به ازدیام طرفدارانش گفت بیایید پیروزی دکتر عبدالله را جشن بگیریم. در تاجیکستان طرح نوی قانونی انداز تهیه شده است که قرار است با عنوان حکومت جمهوری فرستاده شود. مقامات میگن ضمن تهیه قانون از صاحبکاران بیش از 500 پیشنهاد گرفته شده است. گفته می شود که طول چند روز اخیر اعضای گروه کاری تهیه طرح نوی کدکس انداز یکجا با متخصصان بانک جهانی در شهر خوجند گردی هم آمده طرح نهایی این کدکس را آماده ساختند. تا به حال متن قانون و کدکس نوی انداز منظوری آمده نشده است و صاحبکاران نگرانند که تا کجا مقامات پیشنهادهای آنها را ضمن تهیه قانون به نوبت گرفتند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند تلاش دارند که برای صاحبکاران و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور شرایط مساعد فراهم آورند. ساختارهای مختلف تاجیکستان در 2 سال اخیر از قطع فعالیت ده‌ها هزار صاحبکاران گزارش میدهند که به دلیل نامساعدی شرایط فعالیت تجارت خود را به کشورهای دیگر کش دادند. در رده‌بندی اخیر دوینگ بیزنس 2020 که بانک جهانی آماده کرده است تاجیکستان به 10 کشورهای اصلاحاتگر جهان وارد شد. فعلا در تاجیکستان حدود 300,000 صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر گفته می شود. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1.969 درهم است، $1.10 درهم ارزش دارد و برای امروز 1000 روبل روسی 151.50 درهم تعیین کرده است. این چند خبری بود که من برای شما گفتم. بینندگان عزیز تفصیلات خبرهای روز را شما میتوانید شبانه روزی در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید و ویدیوها را در آزادی ویدیو تماشا کنید. من شما را در دوام روز در بخش‌های مستقیم بعدی منتظر خواهم بود. روزتان بخیر.